در آیات 41 سوره انفال که ما به شما رسیدیم، در اینجا امی احکام قصه غزوه بدر و احکام نظام جهادی اسلام در بیان میشه. الله متعال اول حکم تقسیم اموال غنیمت میگه که وعلموا و بدانین انما غنمتم من شیء، آن چیزی که شما غنیمت گرفتین در غزوه، فان لله خمسه، خمس ازی برای الله و رسول، برای رسول صلی الله علیه و سلم، و لذی القربى و برای اقارب، و الیتاما و به یتیما و المساکین و به مسکینا و ابن السبیل و به مسافرا، ان کنتم آمنتم بالله، و اگر شما ایمان دارید به الله، و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، و آنچه که نازل کردیم بالای بنده ما در روز فرقان، یعنی روزی که بین حق و باطل جدایی شد، یوم التقى الجمعان، وقتی که دو گروه یعنی اهل توحید با اهل شرک روبرو شدن در غزوه و در جهاد. والله علی کل شیء قدیر، الله متعال و هر چیز قدرتمند هست. خب در مسئله غنایم که هست آیت شریف نازل میشه و توزیع غنایم در احادیث و در کتاب‌های فقهی مفصلا تشریح میشن. دومی نقطه که از موقعیت جنگی یا توپوگرافی جنگی غزوه بدر است. اذ انتم بالعدوة الدنیا، هنگامی که شما در قسمت نزدیکتر بودین به مدینه منوره، و هم بالعدوة القصوى، و اونا به طرف دورتر از مدینه بودن، و الرکب اسفل منکم، و کاروان ابو سفیان در مکان پایانتر بود. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، یعنی اگر با همدیگر وعده جنگ میدادین در وفا و وعده اختلاف میکردین. ولكن لیقضی الله امرا کان مفعولا، لکن الله متعال امو کاری را میکنه که او شدنی هست و از طرف الله متعال مقدر است. خب طبعا در غزوه بدر ما و شما قبلا هم خواندیم که دشمنای اسلام در حق مسلمان ها بسیار ظلم و جنایت کردن، مالایشان چور کرده بودن، و کاروانی که به شام رفته بود و کاروانی که میخواست از راه مدینه انتقال پیدا بکنن، مسلمان ها میخواستن که بالای ازی حمله بکنن، چون اموال محاربین هست و در اون وقت کعبه دار حرب بود. بنابراین اهل حرب حق مسلمان ها و مجاهدین است که بالای کاروان های از اونا حمله بکنن، مثل که اونا در قسمت خانه های از اونا و مال های از اونا حمله کرده بودن. طبعا مسلمان ها علاقمند ازی بودن که در جنگ خطرناکه که مثلا ذات شوکه گفته بود، یعنی چیزی که در مسلح بود بینا، لکن الله متعال فیصله خدا کرد و بالاخره مسلمان ها مواجه شدن با امون لشکری که در رأسش ابو جهل قرار داشت. و آنچه که الله متعال فیصله میکنه لیهلک من هلک عن بینه، تا که هلاک شوه کسی که هلاک میشه معلوم دار، یعنی کسایی که هلاک میشن و برباد میشن الله بر از اونا همه حقیقت ها را بیان میکنه. و یحیی من حی عن بینه، و کسی که زنده میباشه او با امو دلیل حجت زنده باشه. و این الله سمیع علیم، الله متعال سمیع و علیم است، شنوا و بسیار با علم است. سومین نقطه که در اینجا بیان میشه برنامه الهی در ضعیف نشان دادن دشمنا. الله متعال بر مؤمنین کمک میکنه و نصرت میکنه و دشمنایشان در نظر از اینا بسیار کم نشان میده.
و اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که الله متعال اینها را، دشمنا را، در خواب تو بسیار کم نشان میده. اینا وقتی به خواب میرن تعداد دشمنا برشان بسیار کم نشان داده میشه. ولو اراکهم کثیرا، و اگر این برای شما بزرگ کلان زیاد نشان میداد، لفشلتم، شما احساس سستی و تنبلی میکردین. ولا تنازعتم فی الامر، و در این مسئله که با اینا بجنگیم یا نجنگیم منازعه و جنجال میکردین. ولكن الله سلم انه علیم بذات الصدور، لکن الله متعال سلامت نگه داشت و الله به ذات به قلبها با خبر است. اذ یریکمهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، وقتی که الله متعال میگه شما وقتی که اینا را ملاقات کردین در چشمای شما، دشمنا را الله بسیار کم نشان داد. از این خاطر چون شما قوت بگیرین و قدرت بگیرین و مورالتان بلند شوند و آماده شوین که با امرای زنا جهاد بکنین. و به عین شکل دشمنا هم چون در اونجا تزلزل بود و جنجال داشتن، الله متعال و یقللکم فی اعینهم، در چشمای از اونا هم شما را کم نشان داد که اونا با لشکر خود، با قوت خود، با امکانات خود بسیار غرور بکنن. لیقضی الله امرا کان مفعولا، تا الله متعال چی کنه؟ آن حکم که فیصله کرده هست او انجام شود. و الی الله ترجع الامور، و تمام امور به الله رجوع میکنه. چهارمین نقطه ای است که الله متعال برای مسلمان ها ثابت قدمی را امر میکنه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا لقیتم فئة فاثبتوا، وقتی که شما با امرای کافرا روبرو میشین شما باید ثابت قدم باشین. و اذکروا الله کثیرا، و شما الله را زیاد یاد کنید. یعنی تنها مثل کافرا فرق بین لشکر اسلام، لشکر توحید و لشکر کفر چی هست؟ که لشکر توحید اعتمادی بسیار قوی به الله می داشته باشند و لشکر کفر همیشه اعتماد قویش بالای مادیات است. انسان‌های مؤمن هم از نگاه معنوی و ایمانی خوب رابطه قوی با الله می داشته باشند، از نگاه مادی هم خود مستحکم می سازند. ولی 100% مسلمان ها که هستند اعتمادشان به الله می باشند و دشمنای الله اعتمادشان به مادیات است. الله متعال برای مؤمنین میگه که شما ثابت قدم باشین و شما مثل از اونا متأثر تنها به مادیات نشین، الله را زیاد یاد کنین. وقتی که الله را زیاد یاد کنین، حتی در جریان غزوات، در جریانی که دشمنان را ملاقات میکنین، الله را یاد بکنین، در اون صورت مدد الله بر شما میاد، لعلکم تفلحون، شاید که شما کامیاب شوید. پس ارتباط قوی، یعنی در کامیابی مسلمان ها چی نقش دارن؟ خب مسلمان ها چون در عالم اسباب هستن باید اسباب مادی را فراموش نکنن. صلاح و مهمات و تربیه کادرهای اسلامی و مجاهدین، و در پالوی ازی موضوع اساسی که از مسئله رابطه داشتن با الله هست. معنویت بسیار قوی داشته باش. این معنویت قوی که سبب نصرت الهی میشه، نصرت الهی میشه، ولو که تعدادت کم باشه، صلاحیت کم باشه، امکانات کم باشه، دشمن تمام امکانات داشته باشه، لکن اگر نصرت الهی بیایه باز اونا شکست میخورن. از این خاطر نصرت الهی برای کسی میایه که او اول عقیده بسیار خوب داشته باشه. پس یک انسان مؤمن مجاهد همیشه امیرای جهاد، همیشه رهبریت مسلمان ها سر از این کار بکنن که برای مجاهدین خود در هر سنگر همیشه درس توحید باید اونجا ادامه داشته باشه تا که مجاهدین عقیده بسیار قوی داشته باشه. و بر از اینا ارکان کلمه و شروط کلمه و احکام از این کلش هم تو گفته شود که باید یک مجاهد تمام ارکان و تمام شروط کلمه در وجودش موجود باشه. این نتیجهش میشه؟ نتیجهش این میشه که رابطه با الله بسیار مستحکم میشه. چرا وقتی انسان از معبودای باطل و از طواغیت اینا را کاملا نفی کرد
و تمام عبادت مخصوص الله انجام داد و شرک از این کاملا نفی شد و همچنان حکم مخصوص الله دانست و بازدهی خوب علم داشت و یقین داشت و اخلاص داشت و صدق داشت. این کل ازی سبب چی میشه؟ سبب ازی میشه که نصرت الله الهی به این لشکر چی میشه؟ جذب میشه. چرا بسیاری جای مسلمان ها می جنگن و شکست میخورن؟ اگر باز اون مسلمان هایی که شکست میخورن ما و شما ببینیم، اکثرا نقص در کجا پیدا میشه؟ نقصاندهی پیدا میشه که بالاخره همون رابطه قوی و مستحکمی که با الله دارن، همون رابطه به خلاف ورزی ها و اوامر الله چی میشه؟ سبب میشه که نصرت الهی از اینا کم میشه. مثل که ما و شما در غزوه بدر دیدیم. در غزوه بدر با یک اندک اجتهاد مخالف امر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی شد؟ بسیار شکست در صف مسلمان ها واقع شد. پس الله متعال میگه که وقتی ملاقات با دشمن میکنیم با عقیده قوی، ثابت قدمی و یاد الله و اذکر الله کثیرا، زیاد یاد کنین، زیاد دعا بکنین، زیاد طلب بکنین، زیاد استغاثه بکنین، زیاد دعا بکنین به الله. این سبب چی میشه که رحمت الله و نصرت الله نازل میشه. پنجمین نقطه هی است که و اطیعوا الله و اطیعوا و رسوله. شما وقتی که در صف جهاد بودین، اطاعت الله و اطاعت رسولش 100% باید انجام بدید. ولا تنازعوا و منازعه نکنین در بسیاری از مسائلی که مادی هست و پولی هست. و تفشلوا، باز چی میشه؟ باز شما شکست میخورین، ناکام میشین و تذهب ریحکم و باد شما میره و ناکام میشین، یعنی هیبتتان از بین میره. تذهب ریحکم یعنی اما هیبت که چی هست در چشم دشمنای الله هست، ای از بین میره، چون اونا هم به این چیز میشن که اینا زیاد گرایش به چی دارن؟ به مال و به اختلافات و به چیزا دارن. واصبروا و صبر بکنین، ان الله مع الصابرین، یقینا که الله متعال به امرای صبر کننده هست. دیگر امر اللهی است که شما در نظام اسلام از غرور و تکبر چی کنین؟ از این دوری بکنین. چرا؟ دشمنای الله اینا بسیار مغرورانه و با تکبر حرکت میکنن، ولی شما غرور و تکبر را دور کنین. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم، شما نباشین مثل اون لشکر کفری ابو جهل و لشکرش که از جاهای خود برآمدن بطرا و رئاء الناس، که اینا آمدن خارج شدن به خاطر چی؟ به خاطر ممانعت از دین الله و به خاطر چی؟ و به خاطر ریاکاری و یصدون عن سبیل، با بسیار غرور، با بسیار ریاکاری و بسیار ممانعت از راه الله. والله بما تعملون محیط، الله متعال با چی عمل میکنین احاطه کننده هست. دشمنای الله وقتی ابو جهل برش خبر رسید، یعنی خبر رسید که آل چی هست کاروان نجات پیدا کرده، ابو سفیان از راه لب بحر راه خود تغییر داد و کاروان به طرف مکه انتقال داد و خط نوشته کرد برای اینا که یک ختم است. اما ابو جهل گفت نه، ما تا وقتی این جنگ ادامه میتیم، تا وقتی که ما برقصیم و تا وقتی ما چی کنیم، تا وقتی که ما برقصیم، تا وقتی که ما شراب بخوریم، تا وقتی که ما اهل توحید نابود بکنیم. اینا با تکبر، با ریاکاری و با خاطر من از سبیل الله اینا خارج شدن. برای مسلمان ها توصیه میشه که این صفات دشمنای توحید است: تکبر، ریاکاری و ممانعت از تطبیق شریعت الله. این صفات دشمنای توحید است. اهل توحید باید از این صفات کاملا خدا پاک بسازن. خب در غزوه بدر
آل ابو جهل با وجود از که اینا فهمیدن که چی هستن، آل کاروان خطا خورد. اگر هدفتان نجات کاروان بود، حتی بعضی کلانای از اینا مثل عتبه و اینا نمیخواستن که در جنگ برن، ولی ابو جهل اصرار میکرد و به این شکل آماده ساختی لشکره که به شکل از اشکال باید اینا داخل چیز شوند، داخل جنگ شوند و مسلمان ها و موحدین نابود شوند. اینال در لشکر طاغوت شیطان کار میکنه و عمل از اینا را زینت میده و اینا را وسوسه میکنه و حتی در بعضی حالات شیطان به شکل یک شخص میایه و اینا را ترغیب میکنن به خاطر جنگ با دشمنای الله. و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم، و وقتی که شیطان اعمال از اینا را برشان زینت داد و قال لا غالب لكم، گفت بر شما هیچ امروز غلبه کننده نیست. یه غرور از اینا را زیاد میکنه، تکبرشان را زیاد میکنه. گفت برشان هیچ غلبه نیست. کی میگه؟ ابلیس است. لا غالب لكم اليوم من الناس، هیچ کس در شما غلبه حاصل کرده نمیتونه. شما قوی هستین، شما شجاع هستین، شما صلاح دارین، شما مهمات دارین، شما امکانات دارین. و شیطان باز برشان میگه که و این نجار لکم، یک گروهی از شیطان ها میان امرای ابلیس و برشان میگه که ما هم جوار شما هستیم، امرایتان به صفتان میجنگیم. فلما تراءت الفئتان، وقتی که دو لشکر روبرو میشن، نکس علی عقبه، شیطان به طرف پشت فرار میکنه و قال انی بریء منک، برای میگه من از شما بیزار هستم. انی ارى ما لا ترون، من چیزهایی رو میبینم که شما نمیبینین. انی اخاف الله، من از الله میترسم. والله شدید العقاب، الله سخت عذاب گیرنده هست. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که جاء ابلیس یوم بدر فی جند من الشیطان، میگه ابلیس با یک لشکر از شیطان ها آمدن. معه رعیته، بیرق خودم که خود گرفته، بیرق شیطان. متوجه هستین؟ فی صورت رجل من بنی مدلج، میگه بنی مدلج یک طایفه بودن، یک گروپ بودن اونجا، به شکل از اینا یا آمدن. و شیطان فی صورت سراقه ابن مالک ابن جعشم، شیطان هم در چهره سراقه ابن مالک خود جور کرده و میآید. فقال الشیطان للمشرکین، میگه شیطان برای مشرکین گفت که لا غالب لكم اليوم من الناس، امروز سر شما کسی غلبه حاصل نمیکنه. چون در اونجا یک مشکل داشتن که یک گروه از مشرکین بودن که کتی قریشی ها در اختلاف بودن. اینا میترسیدن که اگر ما حرکت بکنیم به طرف جنگ، نشه که اونا از پشت سر بیان سر ما حمله بکنن. شیطان آمد در لباسی از اونا و در لباس کلانی از اونا و برای اینا گفت که ما برای شما همکار هستیم، از این خاطر شما همین تشویش نداشته باشه. امروز هیچ کس در شما غلبه حاصل نمیکنه و ما هم همراه شما هستیم. فلما اصطف الناس، میگه وقتی که یا صف بسته کردن که در مقابل مسلمان ها بشنگن، میگه در اینجا اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم قبضه من التراب، رسول الله صلی الله علیه وسلم قبضه از خاک میگیره، فرما بها فی وجوه المشرکین، در روی مشرکان ایره میزنه. ای که میزنه امی ریگ هایی که اصلا ایده چشمای مشرکین خورده میره، میگه فول و مدبرین، یا پشت سر و پشت سر حرکت کردن و به عقب آمدن. و اقبل جبریل الى ابلیس، آن در لشکر موحدین کی است؟ جبریل علیه السلام با لشکر ملائکه هستند و این طرف ابلیس است به امرای لشکر خود، شیطانای جنی با شیطانای انسی. آل عبدالله بن عباس رضی الله عنهما میگه وقتی که جبریل علیه السلام آمد، شیطان دید جبریل علیه السلام، فلما رآه، وقتی که دیدش، و كانت یده فی ید رجل من المشرکین، دیگه ابلیس دیگه دست یکی از مشرکان را گرفته، دیگه متخوب دیگه این قطار روان است، یا اطمینان میده که ما منبع شما هستیم. مجرد که شیطان جبریل امین میبینه، لشکر الله را میبینه، سبحان الله،
که اینا جبریل علیه السلام بازره و چیز او اگر جبریل علیه السلام حمله بکنه هر شمشیر از خود ما را تار مار میسازن، میگه این دست همی چیز خطا میتن این مشرکه و ابلیس به فرار میگذاره. فقال الرجل، امی شیطان امی شخص سردی صدا میکنه که یا سراقه، ای سراقه تزعم انک لنا جار، تو نگفته بودی که تو هم جوار ما هستی، امرای ما یک جای می جنگی، کجا فرار میکنی؟ میگه ابلیس برش گفت که اینی ارا ما لا ترون، در وقت گریختن میگه من چیزی رو میبینم که شما نمیبینم. این لشکر ملائکه رو ببینه ابلیس. اینی اخاف الله، من از الله میترسم، الله شدید العقاب، الله سخت عذاب کننده است. و ذلك حين رأى الملائکه، اینجا میگه وقتی که ملائکه را دید، ملائکه را که دید که در ازشان جبریل امین علیه السلام آمده هست و در صف مسلمان ها جهاد میکنن، دیگه پا و فرار کرد و بگریز که نمیگریزی میگریزن. این حالا ببینین که وقتی قوت نصرت الهی، معنویت الهی باشه که در صف مسلمان ها ملائکه داخل شوند و دفاع بکنن از مسلمان ها، اینجا باز ابلیس و لشکرش شکست میخورن. وقتی که ابلیس و لشکرش شکست خوردن، این شیطان های انسانی که هستن اینا هم روحی خود از دست میتن و اینا هم رو به شکست میشه. همین یکی از شکست های بود که در صف دشمن ها این شکست آمد. منافقین هم در اینجا نقش دارن، گپای خدا و تبصرهای خدا و تبلیغات خدا میکنن. یعنی همیشه وقتی که مسلمان ها در سنگر جهاد هستن یا در لشکر مثلا برآمدن و در ضد دشمنای الله می جنگن، اینجا باز منافقین تبلیغات خدا میکنن. همیشه این هست، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، المجاهدین لشکر توحید در مقابل دشمنای توحید ایستاده است. خب جنگ از بین لشکر ایمان و لشکر توحید، لشکر ایمان و لشکر شیطان. این لشکر توحید در صف جهاد قرار دارن و لشکر شیطان در مقابل از اینا قرار دارن. گروه سوم که منافقین هستن، اینا چی میکنن؟ اینا تبلیغات خودش رو میکنن، میخواین که مثلا مشکلاتی ایجاد بکنن. زبان خدا یعنی به شکلی از اشکال جنگ فکری میکنن، به شکلی از اشکال طعنه میزنن. الله متعال میگه اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، کسایی که منافق بودن و در قلبهایشان مرض است، باز اونها چی میگفتن؟ غر هؤلاء دینهم، این مسلمان ها را سیکو دینشان اینا را چقدر مغرور ساختن، این لشکر کفار سیکو، این اسبای از اینا را سیکو، این شترهای از اینا را سیکو، امکانات از اینا را سیکو، و اینا آمدن در مقابل از یا میجنگن. الله متعال میگه و من یتوکل علی الله، و هر کسی که به الله توکل بکنه فإن الله عزیز حکیم، یقینا که الله سبحانه و تعالی ذات عزتمند غالب هست و ذات است که حکم کننده هست با حکمت. پس اینجا شما توکل به الله بکنید و بعد تبلیغات منافقین شما متأثر نشین. منافقین آیت غلط تفسیر میکنن، منافقین حدیث غلط تفسیر میکنن، منافقین روایت غلط تفسیر میکنن، منافقین بر علیه مجاهدین همیشه تبلیغات میکنن. شما بدانید که این کار منافقین است و متأثر به این نشین. به گپ منافق کی متأثر میشه؟ مثل خودش منافق. به گپ مشرک کی متأثر میشه؟ مثل خودش مشرک. اینا شیطان ها که از دوستای یکی دیگه هستن. پس اینا شما نگوین که مثلا اون فلانی کس هم ایده تایید کرد و گپش قبول کرد، به خاطر از اینکه او هم اندیشه منافقانه داره. وقتی که منافق برش تبلیغ میکنه، این هم به گپ از او میگیره. اگر این موحد می بود و مؤمن می بود و عقیده خود از آیات قرآن میگرفت و واقعا به قرآن و سنت ایمان می داشت، باز این تحت تاثیر این تبلیغات منافقین نمیره. بس منافقین تبلیغات خود میکنن و طرفدارای از اینا را تشویق میکنن و اینا را تایید میکنن. اما انسان مؤمن موحد همیشه پیشش چی است؟ وقتی که فهمید که هر کسی که مخالف قرآن و سنت گپ میزنه، پس این بالای من نه تنها اطاعتش، دوستیش، محبتش، بلکه او باید کسی که به ضد
اسلام و ضد مجاهدین و ضد جهاد فی سبیل الله و ضد خلافت اسلام و ضد صحابه و ضد تابعین و ضد قرآن و ضد سنت گپ میزنه، پس معلوم میشه که دشمن اسلام است، به یک طاغوت مبدل است و از این طاغوت باید چی باشه؟ متنفر باشه و به این کافر شود، نه اینکه از پشت از این ز جاهل گریزنده چون تیر باش، نه آمیخته چون شکر و شیر باش. وقتی فهمیدی که انسان جاهل است، انسان حق نمیفهمه، در وجود از این نفاق است، پس نباید بر از او امرای از او دوستی و محبت و صمیمیت داشته باشه. آن کسی دوستی داره که منافق است. الله متعال میگه نتیجه دشمنی توحید چی است؟ ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه، میگه وقتی که ببینه وقتی که قبض ارواح میکنه کافرها را ملائکه، یضربون وجوههم و ادبارهم، اینا روحایشان و پشتایشان زنه میرن. و ذوقوا عذاب الحریق، بچشین از عذاب سوزنده. از این وقت قبض روح که عذاب دشمنای توحید شروع میشن دیگه، شروع نبی حلاکتشان. ذالک، چرا این جزا بر از این است؟ به ما قدمت ایدیکم، به خاطر از اینکه خودتان این کار کردین، جنایت کردین. و ان الله لیس بظلام للعبید، الله هیچ وقت بالای بنده ها ظلم نمیکنه. دهمین نقطه که الله متعال بیان میکنه، میگه کافرای قدیم و کافرای جدید که از اینا با هم بسیار مشابهت دارن. در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم کافرای قدیم کی بودن؟ کافرای قدیم فرعون و هامان و شداد و نمرود ابلیس. و کافرایی که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، ای ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف و عقبه ابن ابی معیط و دیگه، این کافرای خطرناکی در لشکر کفر بودن. این طاغوتای معاصر با او سابقه ها، الله متعال میگه اینا با هم بسیار مشابهت ها دارن. کدأب آل فرعون، و آل در عصر ما و شما هم که هست، مشرکین و کافرا و مرتدین و منافقین مشابهت دارن با ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف و عبدالله ابن ابی بن سلول، عین صفات اینا هم دارن. الله متعال میگه کدأب آل فرعون والذین من قبلهم، اینها مثل کی هستن؟ مثل لشکر فرعون هستن. لشکر فرعون هم لشکر طاغوتی بود، لشکر ابو جهل هم لشکر طاغوتی است. و امروز هم ما شما میبینیم که لشکر اوباما و لشکر انگلیس و لشکر صهیونیستا، لشکر روس، اینا لشکر جرمن، اینا هم کلشان اونمون مثل لشکر فرعون هستن، طاغوت هستن، عین لشکر هستن. والذین من قبل، و کسایی که قبل از اینا بودن، کفروا به آیات الله، اول صفتشان چیست؟ که اینا کافر با آیات الله هستن. فرعون هم همین قسم عادت داشت، ابو جهل و لشکرش هم عادت داشت، و کافرای امروزی هم عین مشکل دارن. فاخذهم الله بذنوبهم، الله متعال اینا را مؤاخذه به سبب گناههای خودشان میکنه. خطرناکترین گناه کفر است. ان الله قوی، الله متعال هم قوی هست و شدید العقاب، و هم سخت عقوبت کننده هست. این صفات الله، الله قوی هست و سخت عقوبت کننده هست. 11 نقطه، تغییر نعمت به تغییر نفس هاست. الله متعال می‌آموزه که ذلک بأن الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یعنی میگه الله متعال هیچ وقت نعمت خدا بالای یک قوم تغییر نمیده حتی یغیروا ما بانفسهم، تا که خود از اینا به نفسهای خود تغییر بیارن. وقتی که انسان نعمتهای الله را خورد و ناسپاسی کرد، کفران نعمت کرد و کفر کرد و شرک کرد و در ارتداد داخل شد، الله متعال از اینا نعمتهای خود میگیره. و ان الله سمیع علیم، الله سمیع و حلیم است، از سخنای هر کس میشنوه و از حالت هر کسی با خبر است، ظاهری و باطنی. اسباب هلاکت دشمنای توحید هم الله متعال بیان میکنه. چی سبب است که اینا هلاک میشن؟ کدأب آل فرعون، مثل امو حالت آل فرعون، فرعونی ها و لشکر فرعون، والذین من قبلهم و کسان کذبوا بآیات ربهم، اینا چی کردن؟ تکذیب کردن آیات الله را.
فاهلکناهم بذنوبهم. الله متعال میگه باز ما اینا را هلاک کردیم به خاطر گناهایشان. و اغرقنا آل فرعون، و فرعون غرق کردیم. و کل کانوا ظالمین، تمام از اینا چی بودن؟ ظالم ها بودن. و بدترین مخلوقات دشمنای توحید هستن. این شر الدواب، بدترین جنبنده ها در روی زمین عند الله، به نزد الله، الذين كفروا، کسایی که کافر شدن، فهم لا یؤمنون، پس اونا ایمان نمیارن. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، امرای ازنای رسول الله صلی الله علیه و سلم از اینا عهدم گرفتی، لکن اینا پسان عهد مشکنن فی کل مر، در هر مرتبه، و هم لا یتقون، اینا تقوا نمیکنن. خب آل این دشمنای الله که اقدر سرسخت دشمنی با الله داره، اگر این مسلمان ها در میدان جهاد گیر میکنه چی کنه؟ الله متعال میگه فاما تثقفنهم فی الحرب، میگه وقتی که اینا را در میدان جنگ گرفتی، فشرد بهم، خوب اینا را بکوب، من خلفهم، از عقبشان سرشان حمله کو و خوب اینا را تار مار بگردان، لعلهم یذکرون، شاید که اینا پند بگیرن. خب ما کسایی که خیانت میکنن از این کافرها عهد کردن، لکن عهد خود شکستاندن و خیانت کردن. و این ما تخافن من قوم خیانتا، وقتی که میترسی از یک قومی که خیانت میکنن، فانبذ الیهم علی سواء، بالای از اونا هم چی کن؟ خودت هم معاهدهشان لغو بکن. چرا معاهده مسلمان ها وقت مکلفیت به معاهده دارن که جانب مقابل معاهده خود چی کنن؟ به او احترام کنن و او رو تطبیق بکنن 100%. اگر اونا عهد خدا مشکنن و سر مسلمان ها حمله میکنن، شما هم سرشان حمله بکنین و به عهدشان هیچ چیز نکنین. عهد خدا خودشان شکستاندن. ان الله لا يحب الخائنین، الله خائنا را دوست ندارن. ولا يحسبن الذين كفروا، و گمان نکنه کسایی کافر شدن، سبقوا، که اینا پیشی گرفتن، انهم لا يعجزون، اینا عاجز کردن نمیتونن. اینا در بعضی حالات برشان بعضی از کامیابی ها داده میشن، لکن نمیتونن که لشکر الله را بیخی عاجز بکنن. هر قدر که زحمت بکشن لشکر الله میبرن، هر قدر منافقات پالی از اینا استاد شون، لکن لشکر توحید پیدا میشه. کسایی که عقیده راسخ دارن و متعثر، لا یخافون فی الله لومة لائم. آل 15 حکم برای مسلمان ها چی است؟ که شما مسلمان ها وقتی که روابط معنوی قوی با الله پیدا کردین، در مسائل مادیات هم مسلمان ها نباید چی کنن؟ عقب مانی بکنن. اینا شما که مثلا شما، الله متعال میگه وقتی شما در عالم اسباب زندگی میکنین، در پالوی از یک مؤمن رابطه خوب با الله دارن، اسباب مادی را هم در نظر داشته باشین. وقتی داشتن رابطه حکم الله هست، معنویات مادیات هم حکم الله هست. پس این حکم الله را از چی نکنین؟ از نظر دور نکنین. الله متعال میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، و اعدوا، شما آمادگی بگیرین، لهم، برای دشمنای الله، ما استطعتم من قوه، به اندازی که شما استطاعت دارین قوت خود قوی بسازین. مجاهدین تربیه بکنین، سلاح‌های مختلف یاد بگیرین، سلاح‌ها را ساختن سلاح را و وسایل. مشکل شکست مسلمانان در امروز چی هست؟ همین آیت قرآن سر خود تطبیق نمیکنه. گروه‌هایی را که انگلیس و دشمنای اسلام ساختن، اینا چی کردن؟ اینا این گروه‌ها را ساختن در بین مسلمان‌ها، مردم از چی دور کردن که نه ما درویش و فقیریم، در این گوشه دنیا با خوب و بد خلق جهان کار نداریم. این وقتی که اشعار در بین مردم ترویج پیدا کرد، دیگه ای که مثلا ما کار نداریم و ما قرار داریم تا خود شیشتیم و ما در سیاست دست نداریم، ما در جهاد دست نداریم، ما مثلا نرم روش میکنیم. اینی کل از یاره که بخوریشی از این سخنا را بکشیم، اساس زم شیطان است، یا شیطان جنی هست یا شیطان انسانی هست. ما زمانی که انگلیس ها در شبه قاره هند آمدن، اینجا بین مردم همین گروه ها را زیاد ساختن. گروه هایی را ساختن که اینا هم موقعشان چی باید باشه؟
دوری از جهاد دهشتگری نشان دادن، جهاد تروریسم نشان دادن، این تبلیغاتشان، جهاد زشت نشان دادن، مجاهدین زشت نشان دادن، همیشه یا را تخریب میکنن. و چی است؟ و برای از اینا که آدم مسلمان خوب کی هست؟ مسلمان خوب به نظرشان او هست که او را کافرها خوب بگه. کافر کی را خوب میگه؟ یعنی بسیار به عقل باشه، لوده باشه، در سیاست دست نزنه، در جهاد دست نزنه، هیچ در مقابل دشمنی ولا و براوی گپا را نفهمن، نواقض ایمان نفهمن، فقط به اونمو نماز و روزه خود اکتفا بکنن. الله متعال میگه که این قسم مؤمن الله خوش نداره. اگر شما مؤمن واقعی هستین و اعد و آمادگی بگیرید لهم برای دشمنا ما استطعتم من قوه، و اندازی که شما استطاعت دارین قوت باید بگیرین. مجاهد باید بسیار قوی باشه، سلاح بسیار قوی داشته باشه و از تکنولوژی معاصر بسیار باخبر باشه، و همچنان این انسان مجاهد مسلمان در پالوی ازی که رابطه معنوی قوی دارد، در عالم مادیات هم باید بسیار قوی باشه، در سپورت، در تکواندو، در کراته، در این چیزا بسیار قوی باشه که دشمن اگر روبرو میشه این بتانه در مقابل ازی استاد شد و دندانایش برش بشکنه. از نگاه تکنولوژی باید بسیار قوی باشه، زیاد در تکنولوژی دسترسی داشته باشه، در تمام تکنولوژی، در هر بخشش، تا بتانه پلانای دشمن خود ثابت سازه. در تکنولوژی اسلحه باید معلومات داشته باشه، زحمت بکشه، شب و روز سلاح و مهمات و ایره، و باید مسلمان ها در بینشان کسایی باشن که سلاح های مهم و جدید می سازن و اختراع میکنن. تا زمانی که مسلمان ها به راکت ضد طیاره نداشته باشه، ضد بی پیلوت نداشته باشه و بی پیلوت نتونه با کامپیوترهای خود خنثی بسازه پلان‌هایشان، از این خاطر دشمنا مسلمان ها را تارمار میکنه. بلکه مسلمان ها باید در هر قسمت قوی باشه. این حکم الله هست، ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله. در اون وقت وسایل ترانسپورتیشان و امکانات ترانسپورتی قوی، وقت اسبا را تربیه میکردن، چون دشمنا هم سر اسب میامدن، سر شتر میامدن. پس مسلمان باید اما چاپانداز واره باشه و همون قسم بتانه که با لشکر خود والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، که صبحگام در قریه دشمنا داخل میشه و سرشان حمله میکنن و گرد خاک هست باشن. لکن امروز که هست چی هستن؟ امروز همون وسایل ترانسپورتی که مجاهدین مسلمان ها سر از حرکت میکنن، امروز باید مسلمان ها از طیاره و از تانک و از دیگه موترهای سری و از دیگه وسایل و از این چیزا باید امکانات داشته باشن. به چه اندازه مسلمان ها امکانات تکنولوژی جنگی داشته باشن و به چه اندازه مجاهدین قوی و با ایمان و قوی داشته باشن، به این اندازه که الله متعال میگه که ترهبون به عدو الله و عدوکم، که به واسطه از او شما دشمن الله را و دشمنتان. چرا؟ به خاطر از که دشمنای الله که هستن اونا همیشه به طرف مادیت سعی میکنن، همیشه از مادیت متصل، معنویت ندارن. پس اینال او بخش مادی تو را زیاد نزیده. تو از نگاه مادی او را باید اینقدر خدا قوی بسازی، اینقدر امکانات داشته باشی تا که دشمنای الله را چی کنی؟ از پیشتینا بترسن. و آخرین من دونهم لا یعلمونهم، و دیگه دشمنای خطرناک دیگه که منافقا و مرتد هاست، مشرک و کافر خب مستقیمه، دشمنای دیگه که بر جنگ فکری مه که اونا رو شما نمیشناسین، لا تعلمونهم، شما اونا رو نمیشناسین، الله یعلمهم، الله اونا رو خوب میشناسه. اینا باید بترسن، بفهمن که والله اگر خدا شور بتیم هلاک میشیم. و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم. مسلمان ها وقتی که شما مالتان در جهاد در راه الله مصرف میکنین برای ساختن سلاح برای مجاهدین، برای خریدن سلاح برای مجاهدین، برای مصرف مجاهدین، برای جبهات، یوفى الیکم، الله متعال برای شما پاداشش مکمل نصیبتان میکنه و انتم لا تظلمون، و بالای شما هیچ ظلمی نمیشه. 16 این چی هست؟ حکم تسلیمی کافرها. وقتی که کافر تسلیم میشن و او تو تسلیمی به این معنا نمیده که یکی صلح دروغی هست که کافر کل پروژه خود سر مسلمان تطبیق بکنه. نه، او تو صلحی که تسلیم میشه که به مسلمان ها
امو ازرار خود کاملا مسلمان ها از شر از اینا خلاص میکنن. دست مسلمان ها بلند است. دست مسلمان ها بلند است. مسلمان ها میتونن با دیگه مسلمان ها ارتباط داشته باشه، دیگه مسلمان ها را تقویت بکنن. و کافر در اون صورتی که مثلا امرای کافر رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که صلح میکنه در اون جبه امرای کافر که ما شما کافرها را غرض نداریم، لکن ما کافرای دیگر را میزنیم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا امرای کفار قریش مثلا صلح میکنه، باز این طرف یهودیا را و سر از اینا حمله میکنن، سر قبایل دیگه عرب که سر از اینا حمله میکنن. پس به این معنا که صلح واقعی است که اینجا بلندستی مسلمان ها است. مسلمان ها شرایط خدا دارن، اونا را میگن که بین ما و شما صلح است. اما صلح به این معنا نه که مواز دیگه مسلمان ها را، یعنی ما که تمام احکام الله را تعطیل میکنیم. نه، ما جهاد خدا میکنیم، ما کار خدا میکنیم، ما دفاع از مسلمان ها میکنیم، ما لشکر اسلام را تقویت میکنیم، ما کافرای دیگر امرایش میجنگیم. تنها شما معاهد هستین، اما اونجا کافرای حربی خب از ما امرایشان در جنگ هستیم. از این خاطر الله متعال میگه و این جناح للسلم، اگر اینا بال خدا خم کردن، شکست خدا بردار نشان دادن و گفتن که ما مثلا صلح میکنیم، فجنح لها، شما هم امرایشان صلح بکنین، لکن با شرایط قوی خود. و توکل علی الله، و به الله توکل بکنین، انه هو السمیع العلیم، یقینا که الله سمیع شنوا و علیم عالم هست. هفدهم کافی بودن الله بر اهل توحید. الله متعال میگه که اگر اونا کافرای معاهد است، یکی کافر حربی است، یکی معاهد است، یکی کافر اهل ذمه هست. حالا اگر این کافر معاهده که امرای شما معاهده کرده که سر شما ما حمله نمیکنیم، که شما غرض نداریم، که شما جنگ نداریم، سر شما هیچ چیز نمیکنیم، اگر اینا خیانت کنن، الله متعال میگه که و این یرید ان یخدعوک، اگر اینا با وجودی که ظاهر معاهده میکنن و میخواین که تو را فریب بدن، فان حسبک الله، الله متعال برات کافی است. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، الله متعال تو را تایید میکنه با نصرتش و با دیگه مؤمنان تاییدت میکنن، لکن به شرطی که تو صادق و راستگو و به راه دین برابر باشی. و الف بین قلوبهم، الله متعال است که در بین مؤمنین چی کرده؟ الفت انداخته. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم، اگر تو تمام اموال دنیا را مصرف میکردی نمیتونستی که در بین از اینا چی پردی؟ امی الفت پردی. اوس و خزرج 40 سال با هم جنگ داشتن. اوس و خزرج در یثرب که پسان باز نامش مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم. قریشی ها با دیگرها، لکن مهاجرین چقدر مؤمن و موحد شدن و انصار برادر شدن، دوستی و محبت شد که حتی خانه های خود و اموال خود برای از اینا چی میکردن؟ ایثار میکردن. الله متعال میگه ای الفت کی در قلب از انداختی؟ محبت بین یکی دیگه از کجا پیدا کردن؟ اگر ولکن الف الله، اگر تو میلیون ها میلیون مصرف میکردی اینا را نمیتونستی که الفت پرتی، ولکن الله در قلبای از اینا الفت انداخت. الله متعال عزیز و حکیم هست.